ما باید پیش روی خرابشوی نیست شدن ملت و دولت تاجیک را بگیریم. البته باوری کرده انتخاب کرده تا معتدل گرداندن و تا انتخابات نو همه ما شیشتگی در این تالار باید یارو برادر باشیم، هم فکر باشیم و تمام چاره ببینیم که در جمهوری پیش روی خود گرفته شود. وظیفه اساسی هر یک شیشتگی در این تالار از آن عبارت است که پیش روی خود را بگیریم و از ساعتهای مقصد و مرامی در این وظیفه عالی که شما باوری کردیم از این سر نشد. باور کنید ما حاضر بعضا آدما میگه از ما وابستگی ندارد، نه، از هر یک شخصی ما ذره هم باشد وابستگی تمام دارد.